اگه یه شب از خواب پریدی و دیدی یه دلقک توی اتاقت بهت خیره شده، مواظب باش. جات اونجا امن نیست. و باید زود فرار کنی. 1. اگه بهت نزدیک شد، لبخند بزن و چشماتو ببند و تا وقتی کنارته این کار رو ادامه بده. 2. وقتی از اتاق خارج شد، آروم از جات بلند شو و بیرون برو. به چشمهای توی راه رو نگاه نکن، وگرنه دیگه نمیتونی تکون بخوری. 3. اگه تو مسیر پدر و مادرت رو دیدی، سمتشون نرو. اونا بی صدا توی تاریکی بهت خیره میشن. نباید باهاشون صحبت کنی. تنها چیزی که جلوشون رو میگیره خنده است. فقط از کنارشون رد شو. 4. اگه یه عکس از خودت و دلقک روی میز دیدی، زود آتیشش بزن. اون اتفاق هنوز نیفتاده. اگه از تلویزیون صدای خنده‌هاش پخش شد، زود گوشاتو بگیر و بلند بخند. 5. برای فرار باید خودتو به زیر زمین برسونی. حواست باشه فقط یه شانس داری. 2 تا دلقک اونجا میبینی. ولی یکی از اونا راهنماست. امیدوارم بتونی درست انتخاب کنی. اگه خوش شانس نباشی، برای همیشه اونجا گیر میافتی. موفق باشی.